میدونی یعنی چی؟ پارک ممنوع. یعنی اینجا پارک نساز. اینجا نباید پارک ساخته بشه. اینجا برای پارک ممنوع. من یه چیز من ایده بدم. بچه‌ها رو می‌خوایم ببریم بیرون دیگه امشب. ببین باز دوباره ویدیوهای شبگردی بچه‌ها رو می‌خوایم ببریم بیرون. ببین برای این ویدیوهای شبگردی من حس می‌کنم به یه جایی میرسیم که دیگه ماشینا میسن کنارمون بهمون میگن 100 200 300 نه زشت. چون کل شهر رو گشتیم. می‌خوایم بچه‌ها رو ببریم بیرون. بریم بیرون بچه‌ها. ولی من میگم نه. بیرون. بریم یه شهر دیگه. شبگردی متفاوت. بریم آبادان. بریم آبادان. خدای آبادان. بریم آبادان. بریم آبادان. میریم آبادان. آبادان شبگردی امشب آبادانه. شبگردی امشب آبادانه. بریم بچه‌ها بریم. جا داری؟ جا نداره. من داشتم. من نمیام. دختر آبادانی بیقراره. دختر آبادانی بیقراره. الان من دوست ندارم. بچه‌ها یار جدید واسهتون آوردم. محمد دیوان زمانه. کریتوس زمانه عشق زندگیم. بچه‌ها اصلا فکر نکنید میخواد آیفونش نشون بده. داره صحبت میکنه. اصلا نمیخواد برام. ببین درگیر. الو ببین باتیش هم 100 بچه‌ها. 256 هم هست. 100 بچه‌ها می‌خوایم بریم آبادان. دور آروم باش. دور بچه‌ها یه چیز میخوام نشونتون. سقف شیشه بعد یه چیز دیگه عمو باز میشه اینجا کولر عمو بعد اونجا کولر نشون. بچه‌ها اینجا کولر نگاه کن عمو سقف باز. اتاقت کولر داره فقیر؟ نه داره. اتاقت کولر داره توهی دست؟ اتاقت کولر داره تنگ دست؟ اتاقت کولر داره سقف باز نمیشه. بابا کولر زدیم داداش کولر زده نمیتونه سقف باز کنه. نه دیگه ببین ما یه بار سوار ماشین میشیم بعد از ما آپشنش استفاده کنیم. من بچه‌ها برای اولین بار تو زندگیم دارم سوار ماشینی میشم که یکم سقفش از ماشین خودم بیشتر شیشه داره. الو بگو من دیگه تو من نیستم تو پالیتیک. چرا؟ میمه. الو بگو نذار برن. بچه‌ها سیگار بچه‌ها با شراب. وای خوشخوره بود. شرکت آلیس داری چی تولید میکنی تو مملکت اسلام؟ چیزی نیست نه رضا آب صلوات روشن الله اللهم صل علی دستمال کجا آره دستمال میشه ما نوکر آقا رضا هم هستی بابا یکم جایی که داری پاک میکنی نیست خیلی گسترده است. داری از پایین شیر آسیاب آبیای شوشتر ما پاک میکنیم که اگه چیزی باشه شیر آسیاب آبیای شوشتر. من ادامه بدم واقعا ممنونم از شرکت آلیس. واقعا شرکت خوبی داره. ببین نه شرکت خوبی ندارید بابا واقعا بوش نامطبوعه حاجی. یا پالایشگاه بچه‌ها پالایشگاه رو می‌بینیم که خیلی زیباست. پالایشگاه آبادان. اینجا بنزین استخراج میکنن از نفت خام استخراج میکنن از نفت خام هم بچه‌ها فرآورده‌های دیگه این نفتی رو از نفت خام هم آدامس مازی درست میکنن. روغن ماشینایی که می‌خرید از ایناست داشت شرکت روغن ماشین اینا همش برای تولید پفک. ببین چیپس خیلی مضره. همین که پفک تولید میکنن. عراق اونجا عراقه واقعا اونجا عراقه چرت و پرت نمیگم ناموسن. ببین وایس بچه‌ها رو نشون من ببینم بچه‌ها ناموسن اونجا عراقه چرت و پرت ترانزیت. من اینجا تولیدی بیش از 40 محصول فرشته‌های نجات دیگه دامنه ریسک حدیث پیامبر 2100 تا بشکه 44200 قایق مؤسسه فرنگی صنعت آبادان برزیلته قایق. رضا نمیخوای ببریمون خرید؟ بریم بازار امیری یه دستی بکشیم بعد اول بریم سر کچل میسان جان. چرا پیف پاف میاد؟ نه چرا مال پالایشگاه مال گوزه پالایشگاه. بریم اول بریم مرکزی بعد بریم امیری. آبادان یه چیزی جالبی که داره اینجا نیست ولی یه جا دیگه هست پیش منازل نفتشه اگه اشتباه نکنم. توی محوطه است مسجد و کلیسا دیوار به دیوار هم دیگه. یعنی من میگم سلام محمد اون میگن درود بر وانکو. نه دیگه میسید بین دوتا میگه الله چه بازار امیری رو مشاهده می‌فرمایید اگر مشخص باشه که کاملا مشخصه. ببین واقعا خوشگله بازار امیری واقعا زیباست واقعا قشنگه آبادان. حتما اگر تا نیومدید واقعا بهتون پیشنهاد میکنم. اهواز نیومدید نه ولی
آبادان رو حتما بیارید، جدی میگم. چیزی نداره. نه آبادان واقعا زیباست، واقعا شهر قشنگیه. زارا اینجا نمایندگی داره پشما. خود زارا بود. آره رئیس شرکت زارا اینجا داره فروشنده زارا بود. البته فارسیش نوشته بود زهرا. تابلوها رو نگاه کنی به سبک آمریکایی و اینا واقعا قشنگه. ببین آبادان کلا هنوز تو قبل انقلاب گیر کرده از نظر واقعا زیباست. اینجا اسکله است. این چیه؟ خوزستانه. ببین این مال آبادان. بابا این مال کشتیه. این چیه؟ بابا مال کشتیه. تناب کشتی رو به این میزنه. میندازن دوره این اصلا ما در جریان نیستیم اینا رو اصلا هیچ کدوم بلد نیست. اون عراق دیگه بابا. نه بابا عراق. نه یه عکس بگیریم. چرا عراق؟ نه چرا عراق؟ نه این خط مرزی اون پشتش عراق. ولی بالاتر که دیگه این خط مرزی نیست. آره عراق اونجوری هست. یعنی این چراغ سفیده حالا خط مرزه؟ بله. بازار خیلی کاملی همه چی هست. واقعا همه چی هست. واقعا همه چی هست. خیلی چیزی که می‌خوایم نیست. هنوز لباس‌های شعر ندیدم. آره محمد بس این مغازه اونقدری همه چی داره، چیزای رندوم که دیگه خودش نتونست اسم بذاره، گذاشته فروشگاه. مثلا نگاه کن ماکت هلیکوپتر از اون این ماساژور. آره از اون چیزا که میرقصه، چراغ سقف، هدفون، بیل، میکروفون. اینا مال اینا مال شلنگ آبه. لیزر 7 کیلومتری، ایرپاد، ترازو. یکی از بچه‌ها الان ما انتظار داشت که آقا میساق توپل‌تر باشه. میگه خیلی خوش‌تیپ‌تر، به درد نخورتر. نه فکر کنم اینا رو بی اخلاق‌تر خودش. آره رفتارمون که نمیتونن نگاهم تشخیص بدن. رفتارش هم نگاهش تشخیص هر چیزی که داخل ویدیو می‌بینم دیگه. خیلی بد. خیلی بد. اگه بچه خرید کردیم راستی بعدا حالا شونتون می‌بینیم بیرون پاساژش رو. ویدیو رضا رو نگاه می‌بینم دیگه همه ویدیو من همه ویدیو رضا. آقا بریم امیری، ما خریدامونو کردیم. بریم بازار امیری. زشته بچه‌ها تو شهر غریب، تو شهری که نمیشناسنتون نباید هر گویی بخورید. تو پیاده رو راه بریم و مردم بهمون نگن بی فرهنگ. چه قشنگ، چه نکته قشنگ. ولی ما هنوز داریم ادامه میدیم و مردم بهمون میگن بی فرهنگ. علیرضا جان بده من دوربین برو سوار شو، بچه سوار شدنت هم ببینم. تو اول کمارتون پیش بالا میگیم الله. یا الله. الله یارت برو. چطور این اونجا جا میشه عجیبه واقعا. یه چیزی هست یا صندلی بود مهره 89 ان شاء الله که مهره 89. میریم بازار مسی. خود مسی ها میدونی که مسی اینو پوشیده فرستاده. برای 16 نرمال چی داری؟ میخوای زنگ بزنی قیمت بپرسی؟ راجع به چی؟ شوقا موبایل فروشین دیگه، شما راجع به همین زنگ بزنید. الو الان بگم دوباره یا نیازی نیست. کپشن 15 پرو مکس 94 تیتانیوم 256 گیگ زده. نه من تو دوش رو برام استند داره. همین نظرتونه؟ چرنگی؟ همین گوشی سفیده، چرنگ به نظرتون؟ همین میگم. آخ من نخورم. بچه‌ها نه چی؟ 15 چنده این؟ نابله. میشه 105 با چیز؟ گارانتی 650 بچه 16 نرمال گربه میخواد از اینا. بغلم آقا بریم امیری. ببین من این ویدیو 1.200 خودم لباس خریدم، برای مامانم هم لباس خریدم، میگم لباس خواب خریدم، رضا هم برای حالا خونه خرید کرد، برای خانواده خرید، پول خرج کردیم دیگه. خیلی واقعا خریده ویدیو واقعا ویدیو بدیه. چه ربطی به ویدیو داره؟ خود خرید کردیم. من دستو بیچوندم. من کارت بانکی نیست، بیزنسیه. آقا من تو بریم تو پیاده رو مردم باز نگم بهمون بیشور. بازار امیر همه چی بدم توش هست. خوراکی مراکی داشت، خیلی باحال بود. همه چی داره. همه چی داره. من جلو دوربین دارم بهت میگم، داره ضبط میشه. اینو پیدا کنین. یا یه قاب شبیه این برام پیدا می‌کنی یا میبرم گوشی. آقا این پیدا کنم بفرستید. منم میخوام. ببینید مکسیف فلزی داره، همه اینو ببینید دیگه. ولی اینجاش گوبه. آقا بره بپرسه ببینیم داره یا نه. واقعا اگه داره میشه گوشیش برمی‌دارم چون خیلی چشمو گرفته. بعد نه تنها من چشم میساقم گرفته. من خوشم نمیاد صرفا چون میخوام بخرم میخوام. کلا نیست. اگه بچا جای دیدید خدایی دایرکت اینستام برام بفرستید. خدایی بفرستید. چه علاقه به لباس اسپورت داره؟
کنم تا موقعی که این ویدیو آپلود بشه بودن یک هفته یک و نیم هفته از این حادثه گذشته، ولی واقعا آره الان که ما داریم میگیریم 3-4 روز بیشتر گذشته، ولی واقعا اتفاقی بود که هممون متاثر کرد، هموطنای بندر عباسیمون. براتون صبر آرزو می‌کنم. واقعا حادثه عجیبی بود، خیلی غافلگیر کننده بود. مثلا عکس‌ها و فیلماشو که هنوز من می‌بینم تو اکسپلور واقعا آدم قلبش به درد میاد. تسلیت میگم. آقا اینم همونجاست که گفتیم مسجد و کلیسا کنار هم، اون کلیساشه؟ مسجد داخل خیابون. آره بچه اوناش. ببین اون کلیسا خب مسجدم اینجا داخل خیابون کنارش. نه الان بریم جلو فکر می‌کنم معلومه. آره کلا ساختمونا خوشگلی دارن کلیسا. شام می‌خوایم. چی بخوریم؟ بچه‌ای که تو آبادانن کامنت کنن چی بخوریم. الان ما چه جوری بخوریم؟ نه ما که می‌خوایم، ما می‌خوایم کامنت کنیم. آقا نظر بکس به این تغییر کرد که کوبیده بخوریم. دستت کمکی نبود. چی کار داشتی می‌کردی؟ چی کار داشتی می‌کردی؟ تو هم کوبیده‌ای؟ منم کوبیدم. کوبیده؟ نه. چی می‌خوای؟ نمیدونم. رفتیم تو گرون بود. چی بود آقا رضا؟ رفتیم تو گرون بود. آقا رضا شما یوتیوبری ما 300 میلیون درآمد دلاری داری تو. 300 میلیون در به دنبال یه لقمه نون. من میگم بیا در به پیتزا. نه من مشکلی ندارم با کوبیده، گرون بود. واقعا گرون بود. یه سیخ و چلو کباب میداد 380 تومن، 400 تومن یه سیخ که دیگه منطقی نیست واقعا به نظرم. گرسنمونه. خیلی گشنمونه و چقدر شلوغه. خیلی شلوغه. بچه حالا که بیکاریم و منتظر غذاییم بیایید. این بحث بزرگ منی انت گل. محمد باش. مطلق کدومه؟ چپ. چی میگه کدومه؟ بگی. بزرگ منی چپ. این چپت گل. چپ. علیرضا اون دست راستت دیگه. واسه چپش. کی اشتباه گفتم؟ تو هم محمد ادیبان محمد ادیبان علیرضا باید به کل اکیپ غذای ما یه 20 دقیقه آماده شده و داره گرسنه میشه کم کم. خیلی گوش داره. چون ساعت 11 و 20 دقیقه است. 25 دقیقه است. آقا چه ساعتی نشون بدید؟ آخه قیمتی نداره. یه چه سال راستت گل. چپت گل. آقا نه این آخرین کاری که کردی اصلا باشه راستت گل. بزرگ منی. بزرگ منی. نه اوکی بچه‌ها مرسی. بیا غذا. بریم بیا غذا. پپرونی آقا میساقه. این مال رضاست. این آقا رضا. اینو برای منه، این مال منه. بذار مال منو. سبحان الله. من رژیم بودم تا 5 دقیقه پیش. پپرونی آمریکاییه. این مال آقا رضاست. بخور. چون یه جوری میخوام نه خب ببخشید ویدیو مال منه. یکی سس بزن. دو آقا به چون خیلی واقعا خوشمزه. کم کجا میری؟ نخوری هنوز. نه گاز زدی من حسه. ما یه روحیم تو بدن. آره. این کالا راست داره غذا می‌خوره. مادر همیشه بودی؟ محمد خوشمزه است غذا؟ هنوز نخور. بخور. آقا این چه وضعیه؟ اینو راضی نیستن دستمال بردارن. والا به قرآن نمیشه. بچه‌ها اعتراض می‌کنن به اینکه آبیشن نداره. ولی واقعا خوشمزه است ها؟ به نظر من خوبه. نه واقعا به نظر من خوبه. نظرت مهم نیست. بیا تو قاب. بابا مگه نمیگم بنزو کی من 15 پرو مکس نچرال تیتانیوم. ویدیو رندومه. این بود. ویدیو رندومه. یکی وسط زد. نچرال تیتانیوم 256 گیگ زد عشق منه. باتری 100 رندوم ترین ویدیوهای تاریخ 90 برای فروش گذاشته شده به بالاترین آبادان بانک سامان رو شاهد هستیم. سمت راست نیما بیشور. سید مهدی موسوی اینجاست. سید مهدی موسوی رو هم شاهد ما سمت چپ کد رأی
سمت چپ بود، نه راست اشتباه گفتی. متشکرم از اینکه ویدیو رو دید. خدا